مایونز لایت برای زمانیه که شما سیب زمینی سرخ کردی داخل خونه یا در کنارش مرغ گذاشتی، به فکر اینی که این غذاهای خوشمزه درست کردی و با چه سس خوشمزه نوش جان بکنی که لذت ببری. بس دیگه، چرا سس مایونز بخوریم، چرا سس گوجه بخوریم؟ یه سس خیلی خوشمزه و پروتئین درست بکنید که سوپر سبک هم هست و خیلی راحت درست میشه. بعد درستش فقط کافیه 2 عدد تخم مرغ پخته رو همراه با 100 گرم ماست یونانی، نصف لیوان لیمو و کمی هم نمک. حالا ترکیبش چجوریه؟ تخم مرغ رو آبپز می‌کنیم، به جوش می‌ریم. وقتی جوشیده شد تخم مرغ رو می‌ذاریم داخل آب سرد که قشنگ پوستش راحت و جدا بشه. وقتی این پوستش رو کندی داخل یک ظرف می‌ذاری، قشنگ اینا رو له می‌کنی، بهش خیلی راحت یه خود آب، لیمون، نمک، ماست یونانی اضافه می‌کنی و هم می‌ذاری، قشنگ حالتی کرمانه میشه. بعد اینکه این اتفاق افتاد می‌تونی داخل یخچال بذاری 1 ساعت بمونه یا نه همون موقع نوش جان می‌کنه لذت ببری. این ترکیب که خیلی ساده است خیلی فوق‌العاده است. درست بکن در کنار غذاهای اصیل، مخصوصا سیب زمینی نوش جان کن، لذت ببر. این ویدیو هم سیو کن. نوش جونت.